هنر و معماری تهران. وقاحت یک مرد دیگه حتی یک کلمه با شما صحبت نمی‌کنم. گم شو. اینجا رشته مدیا رو خوندم توی شاخه رادیو و تلویزیون که خب یه سری فعالیت هم تو اون زمینه کردم، ولی عملاً بازگشت من همیشه به تئاتر هست. مرغابی از آسمون میارمت پایین. نه فقط بعد تا کجا برم؟ ازتون متنفرم. 3 2 در لباس عزا چه زیبا به نظر میرسی. وحشی یا اسم دیگرش خرس که خب با عنوان خرس خیلی معروف تره. این نمایشنامه از آنتوان پاولویچ چخوف هستش که نویسنده معروف روسی هست و نمایشنامه‌های زیادی داره، مثل سه خواهر، دایوانیا و چند تا هم کمدی داره مثل خواستگاری و خرس. توی ایران نمایشنامه خرس به 2 نام وحشی و خرس ترجمه شده که من عنوان وحشی رو ترجیح میدم، کمتر هم استفاده شده. ایرانی های ساکن اینجا به خاطر مشغله هایی که در طی یک روز دارن و حالا میگم سر کار رفتن ها، مسائلی که مربوط به خانواده است، تامین کردن جریانات مالی و به هر حال درگیری هایی که زندگی یک مهاجر داره، مشغله های خودشون رو دارن، اینها دلشون میخواد اون تایم آزادی رو که دارن استفاده کنن برای برنامه های مفرح، برای برنامه هایی که برای دقایقی، حتی 1 ساعت 2 ساعت، برای یک تایمی کاملا ذهنشون رو از روی مسائل شخصی و زندگیشون برداره و ذهنشون رو رها کنه. وحشی یا همون خرس یک فضای 100% کمدی داره، جزء نمایشنامه‌های کمدی نویسنده هستش و به این نوع کمدی میگن کمدی موقعیت که خب هر کارگردانی واقعا میتونه با سلیقه خودش و با دیدگاه خودش اون موقعیت رو ایجاد کنه. برای من بینوا یه لیوان آب بیار. گرچه توی حرومزاده ککت هم نمیگزه. صبر کن ودکا بیار. چرا اصلا این نمایشنامه رو ما انتخاب کردیم که در منچستر تمرین کنیم و به اجرا برسونیم؟ این هستش که تماشاگر منچستر کمتر با یه همچین فضایی روبرو بوده و مواجه بوده. چیزی که منو به فکر فرو برد عملاً یه کار کمدی بود، یعنی یه کار کمدی میتونه اون فضا رو به ما بده با پشتوانه حرفه‌ای، به خاطر اینکه یک نویسنده کاملا حرفه‌ای داره که اصلا کار اصلیش اینه. در نتیجه کاملا اون متریال اولیه رو برای اینکه ما وارد فضای حرفه‌ای بشیم به ما میده. از طرفی چون کمدی هستش میتونه قشر اقشار مختلفی رو پوشش بده، یعنی چه جوان‌ها چه مسن‌ترها، و پیامی که داره این نمایش منتقل میکنه پیامی هستش که کاملا با هر کسی میتونه ارتباط برقرار کنه. خودت بهتر میدونی که چقدر بد بودی. چی؟ فکر میکنی داری با کی حرف میزنی هان؟ ببندون دهنت رو. ما اولش با هم به یه توافق میرسیم که خب قضیه اینه، پشتوانه مالی نیست و یه کار گروهیه. اینطوری نیست که مثلا بگیم کارگردان وصل به یک تهیه کننده مثل سیستم ایران و بقیه گروه میتونن حالا از اونجا تغذیه بشن. اصلا به این شکل نیست و ما کاملا گروهی کار کردیم، یعنی به همون اندازه که کار منه به همون اندازه کار تک تک بچه هاست. زنده بگوری در این خانه، زنده بگوری در این خانه تا وقتی در خانه ابدی هم گذارده شدم. مفهوم تئاتر بروز شده، اجرای تئاتر بروز شده، به خصوص وقتی ما صحبت از یک کار کمدی میکنیم. خب کمدی یعنی صحبت کردن راجع به مطرح کردن مشکلات امروز جامعه، مطرح کردن مسائلی که
امروز و این لحظه انسان امروز باهاش درگیره. حالا اکثرا هم موضوعات اجتماعی داره. خب این نمیتونه بی ربط به من جوان باشه. 12 تاشونو از سرم رد کردم رفتن، 9 تای اونام منو ول کردن و رفتن. کار کمدی هست که کاملا هر قشری رو میتونه راضی بکنه از سالن که میره بیرون، به خاطر پیامی که داره، به خاطر نحوهی که کار شده و به خاطر اینکه لحظه های خنده‌آور و شادی بخش رو ایجاد میکنه. تا وقتی که یه افسر جز با سیبیلای تازه در اومدش از در بیاد و بگه آیا این خونه همون تارامای عجیب و غریب نیست که به خاطر مرگ شوهرش خودش رو زنده به گور کرده و عهد کرده که هیچ مردی رو نبینه؟ نمایش وحشی، یا بهتر بگم نمایش کمدی وحشی، در تاریخ 2 جولای توی استایکورت کالج اجرا میره ساعت 7:30. مدت نمایش هم حدوداً 50 دقیقه، زیر 1 ساعت هستش. ما فقط 1 شب اجرا داریم، اما در لندن هم، در جشنواره تئاتر لندن هم به احتمال خیلی زیاد قرار اجرا داشته باشه. من خواهشم اینه که تمام کسایی که فکر میکنن این مصاحبه رو میبینن و فکر میکنن که میتونن با این جریان چه از نظر حمایتی و چه از نظر همکاری و قبول یک رول به خصوص این کار رو انجام بدن، به ما بپیوندن.